القاعده بار دیگر در افغانستان زیربناهای دهشت افغانی را تأسیس کرده که شامل کمپ‌های تعلیمات نظامی در 12 ولایت از 34 ولایت افغانستان میشه. خانه‌های امن، مدارس دینی که جوانان به افراط‌گرایی تشویق میکنه، ذخیره سلاح، مرکز عملیات رسانه‌ای در افغانستان ایجاد کردند. ایالات متحده دو قسمت شکست بردند. جهاد به افریقا سرایت کرد. خراسان و القاعده، گروه هایی که هنوز در افغانستان ریشه و در سایر نقاط جهان اهدافی دارند. فيها لما تعال وشرف بهم بالقتال قتال احمد ضیا سراج رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید دلیل گسترش حملات تروریستی در ایران، پاکستان و کشورهای منطقه تبدیل شدن افغانستان تحت کنترل طالبان به پناهگاه و مرکز آموزش گروه‌های متعدد تروریستی. افغانستان آل یک مکان امن برای یک تعداد زیاد تروریست‌های خارجی شده. آقای سراج روز شنبه اول اردیبهشت در همایش افتتاح کانون آزادی و توسعه در لندن گفت گروه‌های اسلامگرای افراطی حتی از شباب و بوکوحرام از گوشه‌های مختلف جهان در افغانستان گرد هم آمدند و حکومت طالبان برای کشورهای منطقه تبدیل به یک چالش بزرگ شده است. نه تنها گروه‌های منطقه‌ای و القاعده و داعش که در افغانستان است، برای اولین بار به کمک القاعده نمایندگی‌های از الشباب و بوکو حرام، کسایی که گروه‌های تروریستی را تعقیب میکنن، زیادتر مصروف در افریقا بودن، اینا مستقیم مال نمایندگی دارن و که طالبان بسیار سر مسائل زیاد کار. دو مقام ارشد امنیتی دولت پیشین افغانستان هشدار می‌دهند که 2 دهه پس از حملات 11 سپتامبر القاعده نه تنها زنده است، بلکه فعالیت‌هایش را در شبکه‌های جهادی جهانی گسترش داده. بر بنیاد اسناد استخباراتی ایالات متحده و گزارش کمیسیون 11 سپتامبر، این سازمان در 10 سپتامبر 1988 فعالیت از احمد ضیا سراج رئیس و اجمل عابدی معاون امنیت ملی دولت پیشین افغانستان در نشریه مطالعات امنیتی آمده که القاعده با تئوری جهاد بی‌پایان و نفوذ عمیق در میان گروه‌های متحد به شمول طالبان بدون هراس و گسترش فعالیت‌های خود ادامه دارد. القاعده، داعش، امی لحظه‌ای که ما و شما صحبت میکنیم پیام‌های متواتر روان میکنن به افرادشان در گوشه‌های مختلف جهان که بیاین به طرف افغانستان. افغانستان آرامترین، امنترین مکان است و جغرافیایی را که افغانستان داره برای از این گروه‌ها واقعا مساعد است.